اتحاد به هیچ وجه نمیمانه که دلسوزی و غمخوری در بین برادرها قایم باشه، نمیمانه. تلاش از او است که نفاق پرت و با هم جدا بسازه. پس میتونه که برادرای تو را وادار به این بسازه که علیه تو حسد بکنه، همین کار میشه. چند موضوع در اینجا. یوسف علیه السلام خواب دیده، خواب پیش کی قصه کرد، پیش کسی که عالم به خواب باشه یا آدم نیک و دلسوزید باشه که تعبیری خوب بکنه. در حدیث هم همینطور است. زمانی که خواب دیده، بعد شما خواب با کسی قصه نکنه الا که شخص دوستیتان و عالمی خوب باشه که تعبیر کرده بتونه تعبیری خوب بکنه. تا وقتی که خواب تعبیر نشده، خواب تاثیر نمیکنه. از همون خاطر هر قدر خوابی خرابه ببینی، تا وقتی بیان نکرده گپ واقع نمیشه. اما هر وقت تعبیر کنه، اونمو قسم باز واقع میشه. تعبیر مطابق تعبیر. خوابی بد اگر کسی میبینه، بعد طرف چپ 3 مرتبه تف کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در خواب ترسیدی و چیزایی را دیدی که خیلی غم انگیز بود، طرف چپ تف کو و 3 مرتبه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر در پالی راست نبودی، در پالی راست خوشو، از چپ چپه شو. اگر نیکی راست بودی، دمو راستت باش. 3 قسم خواب هاست. یکی خواب شیطانی است که شیطان بر انسان پیش میکنه، بس اوقات لذت هم به بعضی مردم محسوس میشه، ایره خوابهای شیطانی میگه. یکی حدیث و نفس است. قطعی کدام چیزی که زیاد فکرت رفته، اندیشش داری، غمش داری، روزمره در روز امی گپا را در ذهنت میاری، شبم امو قسم حالتا و اندیشه ها در ذهنت آمده رایست. این تعبیر معبیر نداره. اکثر خواهرای ما که خوابا را بیان میکنه یا کلش اندیشه میباش، علتش است که خطی خودش امی مفکوره و نظریه میباشه، باز مطابق همو ذهنش هم خیالات در پیشش پیش میشه. با صبح میگه که اینطور اینقدر خواه دور و دراز بیان میکنه که در خانه در آمدم و که اینطور شد و کی گپا شد. این گپا کلش فقط حدیث و نفس است، تعبیر نداره. بله، یک خواب شرعی است که جز نبوت است. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم 46م جز نبوت بیان میکنه. چرا که مدت نبوت پیغمبر علیه السلام 23 سال است. 6 ماه اول پیغمبر علیه السلام خوابای راست میبید، و مثل فلق صبح وار شما در بخاری شریف حدیث خواندید که اونجا امو چیزی را که پیغمبر میدید امو چیز واقع میشد. مؤمنا هم حتی خواب کافر هم گویا امو رقم اینه. یوسف علیه السلام که کدام خواب تعبیر میکنه برای پاچا کافر است، اما خوابش راست است که یوسف علیه السلام برش تعبیر کرده. دیگه اتکا سری خوابا نکنه، زیاد اتکا سری خواب نداشته باشه. همیشه تلاشتون برای اصلاح عمل باشه که عمل درست شوه. عمل چقدر عمل درست است. اتکا سری خوابا نکنه. بله، خواب بشارت است. خواب دیدی، پیغمبر علیه السلام در خواب دیدی، علم در خواب دیدی، در دوره های تفسیر در خواب دیدی، برای کسی علم می آموزی یا هر چیزی که دلالت به گپ میکرد، از آب فرا گرفتی، از یک بحر آبی خیلی چیره صافه گرفتی، بازوی را به دیگران تقسیم کردی، علم است، فرا گرفتی به مردم تقسیم میکنی. خب قلب روشن است، همه غموم و همومیت از بین رفته. حتی بس اوقات خواب میآید در یک موضوع بسیار خفستی که امی راست است یا نیست. یکی از خواهرها برام قصه کرد که وقتی موضوع خیلی داغ شد، مسئله رفع الیدین، گفت من هر قدر که دلایل چی میکردم بازم در شک بودم. چرا؟ در شک به خاطری بودم که قطعی بعضی ملاهای دیگه مرابطه داشتم وارا پرسان میکردم و مرا در شک انداخته رایی بودن. آخر بسیار خفه شدم. از یک طرف دلایلی که شما بیان میکردی این برای من خیلی قناعت بخش بود، لیکن از طرف دیگه و ما را خیلی زیاد متردد میساخت. گفت خواب دیدم که همی کل جانم درد داره و یک کسی آمد برای من گفت که جان درد داره. گفتم بله. گفت خیر این ترکو که یک رفع الیدین بکن درد از بین میره. گفت رفع الیدین کردم درد مکمل از بین رفت. این طورم میشه. این خواب ها میست. امام بخاری رحمه الله خواب میکرد، در خواب حدیث برش بیان میشد. این خوابا اینطور خوابا هست. اینی خوابی است که یوسف علیه السلام دیده و مکمل واقع میشه. خوی ضرور نیست که امروز دیده صبح 1 ساعت بعد واقع شود. خواب یوسف علیه السلام بعد از چندین سال 40 سال بعد این عملی میشه. خوابی که پیغمبر علیه السلام دیده بود که عمره میکنه، به صحابه که بیان کرد، صحابه هیجانی شدن که نه حرکت میکنیم عمره میکنیم. اما او خواب 1 سال بعد تحقق پیدا کرد. وقتی در حدیبیه آمد
مشرکین نماندن شد، سال آینده برش مقرر کرد. این خواب است. منظوری ما است که خوابی رحمانی یا خوابی که انسان اکثر داخلی شب میبینه، در او صورت خوابا اکثر راست میباشه، این را به هر کس قصه نکنی، با دوست خود، با کسی که عالم باشه، کسی که میفهمه تعبیر درست، بر از او قصه شوه. اگر نه قطع خود بگیرشه خیر و خلاص. یوسف علیه السلام به پدر خود که پیغمبر است بری قصه میکنه و 11 ستاره است برادرایش است. آفتاب پدرش است، مهتاب مادرش است. اگرچه بعضی مفسرین میگن نه، شمس مؤنث است و مادرش است، قمر مذکر است پدرش است، لیکن گپ در سر الفاظ نیست، گپ در سر دیگه است. نور نبوت در یعقوب علیه السلام موجود است، از او خاطر قمر و ستاره ها روشنی خود از آفتاب میگیره. پس کدام آثار ایمان و دعوت توحید که موجود بوده در سیاستش خیلی زیاد و در اولادش خیلی کم بوده. از همون خاطر بود که نوری ایمان ده یا کم بود که دست به این قدر کارا زدن. از اینجا معلوم میشه که یعقوب علیه السلام با مجردی که یوسف علیه السلام بیان کرده درک کرده. این که میگه که برای ما سجده کردن، معلوم شد که الله اینطور مقام و منزلت به یوسف علیه السلام میده که او خیلی بالا میباشه و همگی برای از او منقاد و تابع میشه. یعقوب علیه السلام که یوسف علیه السلام از زیاد محبت داشت به می خاطر داشت که در این کمال دیده بود. کمال انسان امو و اولاد خود زیاد دوست داره که مخلوق هم مدحش میکنه و خودش هم میبینه که همین آدم سخت نیکوکار است. یک روز اگر از دنیا برم خواد که از اعمال نیکی ازی بر ما برسه. اولاد صالحی که انسان داشته باشه خوش باشه، باید سر ازی افتخار بکنه، دعا این نیک برش بکنه. و اینمی محبت قلبی ای غیر اختیاری است. چرا هر مسلمان کسی که متدین باشه محبتش قطعش پیدا میشه بلا اختیار، بلا اختیار پیدا میشه. در بین اولاد حتما یک اولاد چی است بگه او بهتر است. اما در اینجا درس برای ما است که کدام اولاد بعد انسان محبت زیاد داشته باشه. اولادی که تعلق به دین زیاد داره، اولادی که در او خیر بزرگ دیده میشه، او اولاد باید انسان زیاد دوست داشته باشه. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، نصیحت است. پدر وقتی ببینه که اینی امر منجر به اینمی تشنج میشه، نصیحت باید بکنه، خیرخواهی بکنه. پدرش است، هر کسی که برش خواب بیان کرده مکمل برش خیرخواهی بکنه. میگه قصه نکوی خوابیت بالای برادرایت، من کتم سره بلغ مراده. هر وقت انسان راز خود پوشیده نگاه کرد او در مقصد خود میرسه. تصمیمی که تو داری او را قطعی هر کس بیان نکن، به خاطر که باز زود افشا میشی، ارادت مکمل از بین میره. کدام انسجامی که تو کردی او باز پاشان میشه، گپ در دستی مردم میفته، در دهنی مردم میفته، تو من کرده نمیتونی. یعقوب علیه السلام میدانه که اگر این خواب برای برادرها قصه شود برادرها حسد میکنه. معلوم شد که حسد آنقدر مرض بد است که حتی برادرم در بین خود داره و یکی اینمی حسد وادار میشه که به قتل برادر خود اقدام کنه. اینه به قتل اقدام کرده. فضیلت و کمال هر کس سری خود میبینه، سری کسی دیگری نمیبینه. یعقوب علیه السلام نصیحت میکنه، میگه فیکیدو لک کیدا، علنا مشافهتا مستقیما. تصمیم گرفته نمیتونه که تو را قتل کنه یا بزنه و برات بگویه. نی سنجش میکنه، پلان میسنجه که به کدام سیستم ایره از پیش پدر گم کنیم. دشمن اینمی قسم کارا میکنه، حسد وادار میسازه یاره. چرا؟ این الشیطان للانسان عدو مبین. یک انسان اتکا به این نکنه که من خب تقوادار هستم، من خب اینطور هستم. چرا؟ پیغمبر علیه السلام که میگه که یک زن خلوت نکنه در یک اتاق، به خاطر که ثالثش چیست؟ شیطان است. شیطان دشمنی است که تو نمیبینی اما کاری خود کرده رویست. 1000 وسوسه را در قلبت انداخته رویست. 1000 وسوسه. و كذلك یجتبیک ربک و یعلمک من تاویل الاحادیث. دو معنا داره. کاف برای تشبیه، مثل که الله متعال در خواب تو را برتری نصیب کرده، نمی قسم یجتبیک تو را برمیگزینه، ربک پروردگاری تو. این خواب که دیده دلیل بالای عزیزت که الله تو را یک مرتبه مقام میده. و یعلمک من تاویل الاحادیث، تو را تعلیم میده از تاویل احادیث. تاویل احادیث دو معنا داره که میکنم. اینجا کاف برای تشبیه شد،
تشبیه امو دادن مرتبه به مثل خواب واری است که در خواب کدام مرتبه برات ثابت است، این در بیرون در خارج هم همین قسم مرتبه برات ثابت میشه. یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام میگه که همینطور حالت میایه و دینمی مرتبه قطعت کید میکنه، حسد میکنه. دوم کاف برای علت است. کذالک اجتبیک، از امی خاطر است که الله تو را برگزیده، ربک پروردگاری تو، از امی خاطر، از امی وجه خوابی که دیده ای، الله که در تو کمال بر تو کمال داده، تو را برمیگزینه ربک پروردگاری تو، و یعلمک تعلیم میده تو را من تاویل الاحادیث، از تعویل احادیث. دو معنا داره، تعویل احادیث از تعبیر خوابا، احادیث سخنا را میگه، تعویل تفسیر یا تعبیر خواب چیست سخنا، کدام سخنایی که تو در خواب دیده ای را الله متعال بر تو تعلیم میده که مطلب اینمی خواب چی است. یوسف علیه السلام بالکل تعبیر خوابا را میدانست و پشت سر واقعی بزرگ خوابی پاچا را تعبیر بکنه یوسف علیه السلام. دوم ترجمش و یعلمک تعلیم میده تو را من تأویل الاحادیث، از بجا رسیدن سخنای الاحادیث دلایل توحید، تو را تعلیم میده که تو حقیقت یک سخن خوب بررسی کنی و درک کنی، دلایل توحید خوب بیان کرده میتونی. راستی هم در بندیخانه اینطور دلایل بیان میکنه یوسف علیه السلام که قناعت بخش دلایل. یام یک از نعمتهای بزرگ الله است. و یتم نعمته، پورا میسازه، کامل میسازه الله نعمت خود علیک بالای تو. اینجا مراد از نعمت نبوت و وحی است، یا است که الله آداب و طریقی دعوت توحیده، اونجا دلایل توحید الله برات یاد میده، مسلم میشی. و بعد از او راه نشر و اشاعت از الله برات نصیب میکنه. و علی آل یعقوب، بالای اولاد یعقوب علیه السلام در بنی اسرائیل هم الله پیغمبرای را پیدا میکنه که همین وظیفه را پیش ببره، وظیفه دعوت توحیده. کما اتمها علی ابویک، مثل که پورا کرده بود همین نعمت خود الله متعال بالای پدر و مادرت، من قبل و پیش از کی بود؟ چی بالای پدرای ابراهیم و اسحاق علیهم السلام، یکی پدر یکی بابا، اطلاق با چیست پدر بالای بابام شده میتونه، مثل که اینجا تصنیه کرده بالای. اگر مراد از تعویل احادیث دلایل توحید الله باشه، برای ما و شما ان شاء الله در این بشارت داخل میشیم. چرا؟ برای کسی که الله توفیق نصیب بکنه که دلیل توحید یاد داشته باشه و بعد از او الله برش زمینه را مساعد بکنه برای نشر اشاعتش، این کمال نعمت الله متعال است. الله نعمت خود تکمیل میکنه. واقعا هم اینطور است که کسی را الله متعال موحد گشتان و بعد از او الله توفیق داد، حوصله را برش نصیب کرد، در این راه خسته نمیشه، در این راه قطعا مانده نمیشه، تکلیفا را در این راه با مثل عسل واره چی خوش میدانه، دو دشنام مردم اج در نظر نمیگیره، هدفش فقط نشر اشاعت توحید الله است. اینی نعمت بزرگ الله است اگر الله نصیبی کسی کرده باشه. چرا که پدر اینجا و این قول تقریبا در ظاهر راجح هم معلوم میشه، تعبیر خوابا را ابراهیم و اسحاق علیه السلام نمیکرد، تکمیل نعمت توسط نمیگه بوده که وا اشاعت توحید کرده بود، از او خاطر تو اشاعت توحید میکنی. و یوسف علیه السلام بالکل. ان ربک علیم حکیم، یقینا پروردگار تو میدانه کی قابلیت و صلاحیت نمی کار داره. الله متعال به کسی همین کار نصیب میکنه که اهلیتش داشته باشه، او میدانه اهلیت و قابلیت. حکیم حکمت والاست، چه قسم میده با کدام سیستم، این کار الله حکیم است. چرا؟ هر کس در مورد امتحان خود قرار میده که اگر تو اینمی نعمت هم الله برات میده مطور مفت نمیده، یک امتحان سرت میکنه که ثابت شو برای مردم که بله اینی آدم اهلیت داشت. انبیاء علیهم السلام اگر این مصائب و تکلیفات مقابلش نباشه مردم قناعت نداره، میگه چرا یک کسی دیگر را الله پیغمبر نکرد، ولی وقتی مصائب و تکلیفات رو برداشت کنه مردم میفهمه که یقینا قابلیت دعوت همی پیغمبر داشت، دیگه کسا نداشت. لقد کان، یقینا بود، فی یوسف، در یوسف علیه السلام و اخوتی، در مورد قصه برادرایش، آیات للسائلین، عبرت ها، نشانه های قدرت الله متعال. للسائلین، برای کسایی بود که سوال کننده بودن. مراد سوال کننده مشرکین مکه است، از یهودا برش تعلیم داده بود، آمدن از پیغمبر علیه السلام پرسان کردن. چی را پرسان کردن؟ گفت بنی اسرائیل خو اصل وطنشان شام بود، در مصر چطور آباد شدن که موسی علیه السلام در مصر زندگی کرده؟ وجه از چی بوده؟ اینه
چیسته؟ الله متعال آیت روان کرد، قصه یوسف علیه السلام مکمل بیان شد که علت آمدن بنی اسرائیل در مصر یوسف علیه السلام است که برادرای اینی طور تصمیمات در مقابلش گرفت. زمانی که یوسف علیه السلام پاچا شد، قوم قبیل خود طلب کرد، در اونجا سکون کردن. یک. دوم، آیات للسائلین، آیاتای است برای کسایی که جستجو کننده است، در پشت ازی میگرده، عبرت هاست برای ازی. چی رقم؟ هرگاه توحید در پیش بگیری، دعوت شروع بکنی، مردم در مقابلت میخیزه. مثل که در مقابل یوسف علیه السلام خیسته بود، 3 روز در چا بود. پیغمبر علیه السلام هم زندگیش مثل زندگی یوسف علیه السلام است. دیگرها از بیگانه ها مصیبت میبینه یا از خودگی. پیغمبر علیه السلام هم 3 روز در غار چی ثور تیر میکنه. بعد از میره در مدینه منوره استقبال میشه، اونجا پاچایی مکمل برای پیغمبر علیه السلام داده میشه، عزت الله برش میده، غلبه را برش میده. اینمی قسم مثل که یوسف علیه السلام در مصر پاچا میشه، مردم محتاج میشه، پیشش میره برادرایش. اینمی قسم اهل مکه محتاج میشه. امی قسم قحطی شده بود که مردم استخوانا را کونه را پیدا میکرد، در دیگ میجوشند، بازو را میخورد، چیزی پیدا نمیشد. تا ای که کلگی وفد آمد در پیش کی؟ پیغمبر علیه السلام. قحطی سرش آمد. سری برادرای یوسف علیه السلام هم قحطی آمده بود، سری قوم پیغمبر علیه السلام هم تا که پیش پیغمبر آمد گفت دعا کن که ما را الله از این قحطی نگاه کن. پیغمبر علیه السلام پس از دعا کرد، قحطی از بین رفت. امو رقم یوسف علیه السلام برادر آمد، سجده کرد برش، تابع شد، بالکل اعلان کرد. و پیغمبر علیه السلام هم اهل مکه را فتح کرد، کلی مردم تابع شد و عفو کرد. اذ قالوا لیوسف و اخوه، زمانی که گفتنی برادرها در بین خود مشوره دارن، حسد وادار ساخته به که پت مشوره در عقب پدر خود مشوره بکنن، در بین خود سنجش بکنن. این قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا، یوسف و برادرش خیلی محبوب هستند به سوی پدر ما، من از ما کده، و نحن عصبه، ما خو یک جماعت مکمل هستیم، مردمی توانا کار، مردمی کار ماستیم، لیکن محبوب هستند. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقینا پدر ما لفی ضلال، در سادگی، در سادگی خود، در محبت خود، مبین آشکاراست، بسیار محبت آشکارا میکنه، اینطور پتاب نه. بله، قرآن برای ما درس میگه اولاد دو انباق در بین خود ضدیت می داشته باشه. از همون خاطر پدر باید تلاش بکنه در امور اختیاری که در اختیارش است هر گونه تعادل رعایت بکنه. اینطور نکنه که در بچه اولاد یک زن یک قسم کالا بیاره، در دیگهش دیگه قسم کالا، در یکیش یک قسم طعام، در دیگهش دیگه قسم طعام. نه، کلی برابری را مراعات کنه. چرا؟ اگر نکد ابلیس لعین در قلبش پیچکاری که در ایسته، تو روزگاری تبت کنه که باز جمع کردن نمیتونی. دو زنه ها باید درس بگیره اینجا، دو زنه ها درس بگیره. اولادی پیغمبر هم یکی با دیگه حسد کرده، اولادی تو نمیکنه چی؟ یک درس شد برای ما. دوم درس، یا میگه ما کاریگر مردم هستیم، کلی بیگار آگار سر ماسته، یک جماعت 10 نفر تمام نان و نفقه پیدا کردن سر ما، 2 بچگه که زنی نو پیش از اوسته، گلواری خورده رو ایسته، تکلیفا را ما میکشیم. این گپا را کی در ذهن از وام اندازه؟ ابلیس لعین. اینه صرف به خاطر که کار و بیگار ما میکشیم، محبوب پیش پدر واسطه. درس میده برای پدر، ای پدر جان محبوبیت ظاهر نکنی کسی را که پیش میکنی، نه باید همون کسایی که کارم میکنه تمجید کنی، مدح بکنی، موقع برش بده که وام خفه نشوه. اگر پدر آلی خو پدرها برعکس میکنه در اولادا، هر بچه که کار میکنه دیگه او خیلی محبوب است، مادرم او را ستایش میکنه، پدرم. کدام بچه که یک کمی بیکار است بازور چیسته سلام هم نمیپرده، ترش نشسته میباشه، ترش. خواه یک گپ براتون میگم، این طورم نباش ددهی تو مفتی جور شده در اینجا کار حرام، در این کار حرام. یک تعداد دوستای ما همونطور است، فقط میگرده بار دوش دیگر است، خود سلفی میگیره. دوڑی خور برو کار کو، محنت کو، کیو کارا حلال نیست، برو مزدوری کو. او قیگری کرده مزدوریم نمیکنی، و این طرف دیگه کارا هم
حرام میگی او خودت فقط بوج سر دیگران ششته. اینطوری انسان و شخص من دوست ندارم، پیغمبرم دوست نداشت قطعا. المؤمن چیست؟ قوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف. بوش بار دوش دیگران نباش، تلاش کو، تفحص کو، جستجو کو، یک چیزی بکو، اینطورام نباشی. خود دیگه اما پدر و مادر یک خلایی داره، امی بچه که هیچ کارم نمیکنه، خب نماز خوان است، اما بچه دیگه نه نماز میخوانه، شرابم میزنه، خب خبر داره، لیکن این قدر چاپلوسی برزو میکنه که پرسان اگر نماز نخونه می قدر قار نمیشه، هیچ دقیقیش نیست. الله رحم بکنه. دو سوم گپ، خب برادرها خود تکړه بودن، حالی چی میکرد؟ ابلیس بیبی و تقاضای چی اخلاق و دین چی است؟ کاش که الله متعال انسان توفیق نصیب بکنه که از دست تو مردم آرام باشه و نفقه تو را خورده بره. این کمال است، به هر کس حاصل نمیشه. الید العلیا خیر من الید السفلا. پیغمبر علیه السلام میگه دست بالا که دادنیست بهتر است از دست پایینی که گرفتنیست. همیشه باید انسان دست بالا داشته، دادنی باشه، خرج کردنی باشه. تو باید افتخار کنی این نعمتی بزرگ الله متعال است. اما ایروان چی وارونه و معکوس یا سرچپه ابلیس لعین پیچکاری کرده رویست. دیدی انسان فکرش دی نمیشه. امیالی که کدام نزاد برادراست چی هسته؟ اینه میگه پاست، اینه میگه پا. وای من میرم پیدا میکنم این خورده رویست. خب است، شکری الله را بکش، نعمت بزرگ الله سرت شده که تو مصرف میکنی، دست تو بالاست. تقاضایی بود. یا بعد میگفتم که بله ما یک نیروی قویستیم، پدری ما ریش سفید و بچگکای خوردش کار نمیکنه، الحمدلله که ما برای ازیا پیدا میکنیم پدر جان آرام است. و اگر برادران را ما رشک میبریم باید از نگاه پدر این لحاظه بکنیم. چرا پدر خیلی حقوق سر ما داره، ما را تربیه کرده کلان کرده، بان که ولی یک چند روز ما خدمت پدر را بکنیم. همین گپ در ذهنشان نمیاد که تقاضای اسلام و دین بود. اما ابلیس لعین برخلاف از او گپ برش پیچکاری میکنه. چی میگه؟ باز چی میگه؟ چقدر عیب میلگانه سری پدری خود. عالی هم مردم میگه پدری ما یک ساده است. منظورش سادگی محض نیست، منظورش بیعقل است. همینطور برش میگه پدر ما بسیار ساده است، بیعقل است. اینجا دلال یا سادگی مانا و یا محبت است. این ابانا لفی دلال مبین. یقینا پدر ما در محبت خیلی آشکارا است. اینطور هم نمیکنه که از ما کده پرت محبت کنه، بیخی در دمی روی ما واره نوازش میده. خامخا دیگه ما هم در حرکت میم. آلی اینجا یا یقینا پدر نعوذ بالله گمان محبت یقینی کرده که بله محبت یقینی قطع زو داره، یا هم گناست. چرا؟ برای محبت امری قلبی است، برای تو چی معلوم است؟ یک. دوم است که تن به محبت میزنه. حالی محبت اگر باشه غیر اختیاری است. طفل خورده هر کس دوست داره. امیالی در هر خانواده کدام طفل خیلی محبوب میباشه؟ خرد میباشه. اقتلوا یوسف و اطرحوه ارضا. مشوره شروع شده برای از اینکه امی محبوبیتی که پدر و مادر داره بالای اولاد امی از بین بره، بالای یوسف علیه السلام و برادرش این از بین ببره. از آیت برای ما واضح میشه که پدر و مادر باید قطع اولاد محبت داشته باشه. این تو نباشه مثل یک اولاد بیگانه واری، این جس دقیقیش نباشی. محبت باید داشته باشه و در اینجا تسابق یا منافسه شوه، یعنی مسابقه شوه، اولاد تلاش بکنه جلب توجه پدر و مادر به خود دورو بده. تلاش کن. در چی چیز دور داده میشه؟ در خدمت، در ادب نیک، در خیرخواهی، در خدمت درست. ما باید مسابقه بکنیم. امی اولاد یعقوب علیه السلام اگر چی طرف گناه میکنه، اما از یک طرف منظورشان چیست؟ منظورشان جلب توجه محبت پدر به سوی خود است. این کاری نیک است. هر انسان تلاش باید بکنه. چرا؟ پدر و مادر که جلب توجهش به خود کردی، باز انشالله زندگی با عزت نصیبت میشه.